إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال آیه 12 سوره رعد. آیات قبلی هم الله متعال بیان دلایل توحید به طریقی که انسان یک مرتبه متوجه آسمان و بعد از او متوجه زمین و بعد از او در زمین از مختلف جاهای زمین، چی کوها و چی آبها و جویها و چی باغها و چی میوهها و رنگها، از کلش استدلال به این بود که انسان متوجه شوه خالق خدا بشناسه و ذاتی که همیشه به او اتکا میکنه و به او عبادت بکنه او را باید بدانه. الله متعال از دو صفت مهم خود که جامع تمام صفتهای کمال است، یکی صفت کارسازی و تکوین که او را ما و شما تعبیر به صفت قدرت میکنیم، دوم صفت علم محیط که هیچ چیزی از علم الله متعال چی پنهان نیست. این را یادآور شد. پس از او الله متعال به سرنوشت ملت ها اشاره کرد که ملت ها کی شکوفا میشه و کی نمو میکنه و کی عزتمندی حاصل میکنه. این نکته را در یک جمله الله متعال حل کرد تا زمانی که انقلاب در درون انسان پیدا نشود آثار بیرون مثبت نمی باشه بلکه همیشه منفی است. همیشه ملامتی را سر عوامل بیرونی میندازیم در حالی که در حقیقت عوامل درونی هست. وقتی ما متوجه شویم به اصل حقیقت خود درک میکنیم که عوامل بدبختی ما کدام گپاست. از او خاطر الله متعال میفرمه که کسی را الله اراده به سو بکنه کسی بازگردانیده نمیتونه و اراده سو را الله وقتی میکنه که مردم راه سو را در پیش بگیره و راه سو در پیش گرفتن امیسته که مسیری که الله انتخاب کرده برای رفتن انسانها او را ترک کنه راههای دیگری را انتخاب بکنه که ما و شما ثمره تلخ از این را همیشه میچشیم از دست همین پراگندگی ملت و ترک از یا کتاب الله و سنت رسول الله را که خط مستقیم به سوی الله متعال است. در اینجا الله متعال باز دلایل توحید خود ذکر میکنه و اشاره به قدرت کامل خود میکنه. یکی از جمله اموری که انسان متوجه میسازه مسئله رعد و برق است. زمانی که ابرها یکی با دیگر تصادم میکنه، ابر دو قسم، یکی در بین خود تصادم میکنه، یکی خود ابر در زمین تصادم میکنه. چون زمین همیشه چی منفی داره و ابرها مثبت داره، یکی با دیگه که میخورن از او خاطر از او برق تولید میشه. خودی ابرها هم در بین خود چارجای مثبت و منفی داره که با دیگه تصادم میکنه. اما اینجا اشاره به است که هیچ امر الله متعال بدون اراده الله نمیشه و بدون تنظیم الله. از او خاطر الله معذف کرده که اینمی ابرها را یکی با دیگه تصادم کردن این وظیفه الله که برای ملائک داده که او را به نام رعد یاد میکنه او ملکی کار کرده رایسته. لیکن این عوامل اسبابی است که طبیعی مردم برش بیان میکنه. حقیقت امر زیر فرمان الله توسط کسی که موظف به این وظیفه است توسط از او انجام داده میشه. در اینجا اشاره به این میکنه که الله متعال بسیار رحمان است، خیلی رحم سر بندگان خود میکنه و اگر نه اگر همیشه همین تصادمات باشه ابرها باشه مردم زندگی نمیکنه. خصوصا صاعقه هایی که در زمین میخوره ابرها تصادم میکنه باز بعد از زمین پارچه میشه و دل میشه فرو میره حتی چیسته مردم هلاک میشه در تو دشتا اگر همون صاعقه میفته. اما الله متعال برای حفاظت انسان ها امی کارا را به طریق دائم نمیکنه، محض به خاطر ارائه قدرت خود که اینمی قدرت الله متعال داره پیش میکنه. و این چیزی هست که هم انسان پیدا میکنه خوف پیدا میکنه که ما بادا سرم بیفته و ما خاکستر شوم. اما طمع از این خاطر است که کسایی که خوشسالی سرش تیر شدن نیازمندی به آب داره، امید آب برش پیدا میشه. علتش است که توسط امو برق امو ذوب میشه در هوا، امو ابری که جامد است. پس از امو خاطر باران خیلی تیز میاد و چیسته همیشه و قدر زیاد دوام هم نمیکنه، چرا که به اندازه امو گرمایش یا حرارتی که توسط تصادم پیدا شده امو مقدار آب فرو میآید. این گپایی بود که آلی ساینس جدید یا تحقیقات جدیدی را تثبیت میکنه و این گپا را میگه. اما کتاب الله متعال 1400 سال پیش این موضوعات برای ما بیان کرده بود. هو الذی یریکم البرق، الله همون ذاتی است که شما را نشان میده البرق در وقت باران روشنی را.
خوفا و طمعا، که مایه ترس هم است و طمعا مایه چیست؟ امید هم است. امید از است که باران بیا، که مردم ها آلی انتظار داره که آلی آب بیا برشان پیدا شود. خوف از این خاطر است که نخواد مبادا صاعقه شود که ما برش چی میگویم؟ تندر میگیم که پایین میشه در زمین و زمین دل دل میسازه. چرا؟ این سبب هلاکت میشه. و ینشئ سحاب الثقال، برمیداره ابرها را از ثقال که خیلی گران است از آب. چقدر وزن سنگین داره، چقدر آب در اونجا جامد شده می باشه. در این فضا بدون کدام وسیله دیگه الله متعال ابرها را چه قسم نگاه میکنه و چه قسم الله قدرت خود چه قسم نمایان میسازه که توسط باد که خیلی سبک است، از نگاه وزن چقدر سبک می باشه، اما اینمی ابرهایی که پر از آب است از یک جای به جای دیگه انتقال میده. اگر همینطور نباشه، الله متعال این کار نکنه، این انتظام و تدبیر نکنه، همیشه ابرها از بخاری که توسط حرارت آفتاب از بحر بالا میشه، باید باران هم پس سر خودی بحر چیشه و بباره و هیچگاه در جایی که خشکه قرار داره باران موجود نباشه. اما الله متعال یک مخلوقی خود که به نام باد از سوره موظف کرده که اینی ابرها را از سر بحرها میورداره طرف خشکه ها میبره و اینجا سبب بارش و باران هم میشه. این کلش انتظام کار داره، این اموری حساب شده و مکمل ریزکاری شده هست. یعنی تمام جزئیات از این توسط الله متعال اراده میشه. آیا در این کار امراه الله متعال کسی شریک هست؟ کلا قطعا نیسته، هیچ کسی نیسته که اینی کارا را دیگه قسم انجام بده. از او خاطر تصرف الله متعال در این مخلوق بزرگ الله هم ثابت است. و یسبح الرعد بحمده، رعد با وصفی که تر ملائکه پر قدرت است که ابرها را با هم تصادم میده، اما بازم پاکی الله متعال بیان میکنه. این در حقیقت ملامت کردن و سرزنش کردن انسان است که انسان تو چقدر ضعیف هستی. به مجرد یک صاعقه از طرف آسمان می آمد هیچ چیزی وجودی تام دیده نمیشد، خاکستر میگشتی. تو همیشه در حالت ترس و خوف قرار داری، هیچ چیز قدرت و توانایی هم نداری، اما باز چرا مسیری خود اعلام میکنی توحیده و میروی نعوذ بالله عبادت دیگرها را میکنی، در حالی که ملائکه خیلی پرقوت که الله متعال وظایف خیلی قوی برش داده و به بیان پاکی الله متعال معذف همیشه چی میکنه؟ و پاکی الله را بیان میکنه. بحمدی بامرای صفت کمال الله، یعنی اعتراف اقرار به این داره که کل صفات کمال مخصوص الله متعال است. نه تنها رعد، والملائکه من خیفته، ملائک هم از ترس الله متعال خوف الله در قلبشان است، از او خاطر وام تسبیح پاکی الله متعال بیان میکنه. مخلوقی که تمام عمر در عبادت الله مصروف است، یک لمحه معصیت و نافرمانی نمیکنه. پس تو انسان که الله اینقدر احسانات سرت کرده چرا غافل میشی و چرا عبادت یک الله را ترک میکنی؟ به مخلوق عاجز رو میاری و نعوذ بالله واره پرستش میکنی، برای ازو عجز و نیاز میکنی، مشکل خود ازو میخوایی. از او خاطر برای انسان هیچ نوع عذر باقی نمیمونه زمانی که این قسم دلایل ذکر میشه. و یرسل الصواعق، روان میکنه صاعقه ها را، یعنی آوازهای خیلی هیبتناکی که سبب چی میشه؟ ویرانی در زمین میشه. فیصیب بها من یشاء، میرسان الله متعال اینمی قسم کسی را که الله بخواه. و هم یجادلون فی الله، پس اینجا از خود دفاع کرده نمیتونه. اگر امی صاعقه بیا با وصف که امی مردم ها خیلی وسایل پیشرفتن در دستشان است، اما جلوگیری از صاعقه الله متعال کرده نمیتونه. پس وقتی معلوم میشه که دینمی وقتی که صاعقه فرستاده میشه همه مخلوق الله عاجز است، نه ولی دفع میتونه و نه نبی و پیغمبر و نه کسی دیگری. چطور شده میتونه که یا لایق عبادت باشه و معبود جور شوه؟ چرا انسان فکر نمیکنه؟ از او خاطر الله میگه و هم یجادلون فی الله، در حالی که تو دلایل قناعت بخش خود دایی مشاهده میکنه و میدانه که ما هیچ نیستیم، یعنی بسیار عاجز هستیم، لیکن باز هم میبینی که در مورد توحید الله گفتگو و جر و بحث میکنه. نعوذ بالله میگیره صفات کماله، نعوذ بالله به مخلوق عاجز ثابت میکنه، بحثی به شبهات به این طور دلیل قناعت بخشی هم امروزشان موجود نیست. امروز ببینه مردم ما به خاطر اولیاء، به خاطر از اینکه دین است البته، آنقدر دفاع از یک صاحب قبر میکنه. تو میگی که کل صفات کمال امروز ازی است، در حالی که بیچاره در قبر افتاده، تالی را ریزه شده، اما او میگه نه این شخصیت خیلی بزرگ است. نگوی که میسوزی، نگوی که اینطور میشی. تعجب است از الله متعال یک روز مردم نترسانده.
عظمت الله را یک روز بیان نکرده. اینمی مداحین کذاب و دروغین است. همین مردمایی که مرید که هی هوی خود زله عرق میکنه در مدح پیری چیست ناروای خود که الا فلان این رقم است، کامل است، مکمل است، قیوم زمان است، مدح حضور کرده خراسانی است و افغانی است و پاکستانی است و اینی گپا را برش گفته رئیس این ذکر میگه و این موجب ثواب میگه. از این که حماقتی بزرگ دیگه دیده نمیشه. چطور شده میتونه یک انسان عاجز قابلیت از این داشته باشه اما یک روز پاکی و نزاهت الله را بیان نمیکنه؟ چرا؟ الله متعال میگه و هم یجادلون فی الله، هنوز در توحید الله. زمانی که تو میگی اولیاء کارساز نیست، متصرف نیست، حاجت روا نیست، مشکل حل کرده نمیتونه، شفا دادن نمیتونه، اولاد داده نمیتونه، قطعی تو در جنگ است. تو را از دایره اسلام میکشه، تا پس سرت میزنه، خود مسلمان معرفی میکنه. عجیب است. الله میگه و هو شدید المحال، الله سخت المحال صاحب قوت است. البته محال او قوتی را میگه که ندانی که الله تو را گرفته. الله وقتی کسی را میگیره اسبابش ظاهر نمی باشه، اما اینطور گرفتار تو را کنه که هیچ خبر نداشته باشی. در اینجا یک توجیه دیگه هم است که و یرسل الصواعق، الله دعوت حق چیست؟ الله متعال وقتی که بارانا را میکنه، امروی بارانا اینمی قسم صاعقم می باشه، برقم می باشه، مثل که در سوره بقره اونجا برای منافقین الله مثال بیان کرده بود. دین حقم وقتی که از بالا میاد سبب آبادی زمین است، اما در بینش ای گپا، ای تهدیدا و وعیدا موجود می باشه. پس اینطور مردمایی که راه غلط در پیش میگیره الله مورد تهدید و وعید خود قرار میده. له دعوت الحق، خاص برای الله است دعوت حق. در اینجا دو توجیه است. یک توجیه است که دعوت حق مخصوص الله است. چرا؟ به خاطری که دعوت غیر الله دعوت باطل است. دو قسم دعوت داریم، یکی حق یعنی امر عینی واقعی که حقیقت داشته باشه، یکی دعوت باطل است. دعوت حق فقط مخصوص الله است، هر دعوت دیگری دعوت باطل است. بخاطر چرا؟ غیر الله باطل است، نمیتونه، لیاقت از این نداره که برش دعوت داده شود. پس از او خاطر نفی بالای تمام دعوت های باطل شد. کسی که بزرگی و عظمت دیگه کس قائل است، مدح و ثنای از او را بیان میکنه، این امر خیلی باطل است، قطعا نادرست است. چرا که دعوت حق تنها برای الله است. دوم معنی است که دعوت حق یعنی حق چیزی راست و درست میگه و دعوت دادن به چیزی راست و درست بجز از الله متعال به کسی دیگری نمی باشه. چرا؟ چیزی را که الله بیان میکنه واقعیت هم داره، راست هم است، درست هم است. دیگرها اگر کدام طرف دعوت میده، نه راست بودن دو موجود است، نه درست بودن دو موجود است. چرا؟ علم نداره، تصرف نداره. اگر کسی قطعت وعده میکنه پوره کرده نمیتونه. اگر کسی میگه که نه اینی کار، اینی مصلحت و اینی فایده را داره، علم نداره. پس از او خاطر دعوت حق فقط برای الله متعال است. یعنی کدام دعوتی که الله میده این واقعیت داره، حقیقت داره. والذین یدعون من دونه، کسانی که طلب میکنه غیر از الله دیگه کسان در مشکلات و حاجات خود، یعنی معبودان خود طلب میکنه، لا یستجیبون لهم بشیء، و اجابت نمیکنه برای از یا هیچ چیزی را، هم ادناترین چیزی را اجابت کرده نمیتونه. نه اولاد داده میتونه، نه شفا داده، نه مشکلشان حل کرده میتونه. الله مثال از این را بیان میکنه که همین مردمایی که به غیر الله ها آواز میده و تضرع و عاجزی میکنه، فکر میکنه که از این ناحیه حاجت ما پوره میشه، الله تمثیل میکنه به خاطری که عقیده خوب در ذهن مردم محکم شود. لا یستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیه، مثال از یا طوری است نمی باشه، مثال از یا مگر به مثل کسی است که باسط کفیه که الا کننده باشه، گستراننده باشه، هر دو دست خود الالماء به سوی آب، دستا را باز کرده، کف دست خود تور گرفته به آب و میگه آب که بیاد دستم لیبلغ فاه، که برسه به دهن ازی و ما هو ببالغه، ای آب همونطور در دهن نمیرسه. منظور اینجا اصل مقصد است ناممکن بودن. وقتی که آب در زیر باشه و دست تو بالاست و آب گفته میری که بیاد دستم، ای آب در دست آمده میتونه؟ کلا قطعا نمیتونه. چرا که آب سیال از پایین میره، بالا خود نمیاد. مثل که اینمی بالا شدن آب در کفای تو ناممکن است، اینمی قسم پوره کردن حاجات و مشکلات کسایی که به غیر الله آواز میده اینمی رقم محال است. از او خاطر قطعا برشان حاصل نمیشه. یک توجیه است. دوم توجیه
اینطور است که دعوت به سوی غیر الله یا در وقت حاجات و مشکلات کسی را آواز دادن که غیر از الله متعال باشه، این به مثل یک که طور کسی است که آدم خیلی تشنه است و سبب حیات و زندگیش میشه امی آب، اما چی رقم در دست خود بیاره طریقیش نمیفهمه. این بسیار تمثیل خیلی دقیق است. چه رقم دقیق است؟ ما امی مردم ها را که میبینیم که به قبرها سجده میکنه، یا امو بت پرستا را که در بتا عاجزی میکنه، یا کلشان بسیار به اخلاص و صداقت، بسیار به عاجزی و تضرع و استاد میشه. منظوری از یا است که توسط این عمل ما یقینا در مقصد خود میرسیم، حالان که در مقصد نمیرسه. یعنی در طلب آب است که سبب حیاتشان است، در طلب دین است که سبب کامیابیشان است، اما روش دین نشناخته، از بالا دست گرفته زیر آب میگه که خود بیا، حالان که نه، آب بالا باشه باز آدم در زیرش دست بگیره. وقتی که از بالا میریزه آب کف دست بگی بعد از آب استفاده بکن. اما این بدبختا آب زیر است، از بالا دست گرفته آب میگه که بیا در سری چی دستمه. چقدر محال کاری محال میکنه. اخلاص دارن، مقصدشان نیست که ما دین بفهمیم که سبب نجات ما در دنیا و آخرت شود، اما طریق بندگی الله را نمیدانه. طوری است که دست بالا و آب پایین باشه، حالان که طریق بندگی بود که آب بالا باشه دست پایین باشه که در دستت بیاید. پس کسی که راه خلاف الله را، یعنی غیر الله را در حاجات و مشکلات خود آواز میده، به مثل نمی آدمی است که آب زیر باشه و خودش بالا باشه. گاهی آب در کامش نمیرسه، نه تنها که چیست آب برش نمیه بلکه خودم تباه و برباد میشه. پس غیر الله را آواز کردن سبب بربادی و تباهی انسان است. و ما دعاء الکافرین الا فی ضلال، نیست دعای کافرین طلب کفار مگر در گمراهی است، یعنی باطل است، هیچ ثمره سرش مرتب نمیشه. دو قسم دعاست، یکی دعای کفار است که در مورد دنیا میکنه، یکی دعایی که برای مورد آخرت میکنه. دعا به مورد آخرت و نمیکنه اصلا. از همون خاطر اینجا مراد از دعای کافرین است، یعنی کسی که معبودای باطل در طلب میکنه و قطعا باطل است، همیشه محنت و زحمتشان مکمل تباه شده است. پس کسایی که به غیر الله آواز میده، از وا مدح میکنه، همیشه در دربار از وا خو کرده، مجاورا را دیده سری قبرها خانه ساخته، کل عمر خود او را جارو کرده، شال انداخته سری قبرها و عظمت از او را بیان میکنه. هر کس که خواب دیدم اینطور بود، که خواب دیدم اینطور بود، در روج لوحه بزرگی غلط نوشته کرده که روز فلان اینطور آمد و اینطور کار شد. این کارا را میکنه، یا کلش باطل است. این دوستای خدای ناراضه، کل عمر در محنتی نمی گپا تیر میکنه، آخر الامر مشرک از دنیا بره و جهنم جایش می باشه. افسوس است که درک نمیکنه. در مسجد الله می آمدی، مسجد الله را 5 وقت جاری میکردی که یک خاشاک بکشی. پیغمبر در حدیثش است که در روز قیامت در جمله اعمال نیک امت یکی اونمو چی بود؟ بگوی امو خاشاکی بود که از مسجد کشیده بود. ایره در مسجد نمیاد، اینجا تعظیم نمیکنه. چرا؟ اینجا تعظیم الله میشه، تعظیم مسجد الله میشه و پشتی تعظیم مخلوق میگرده، عظمت مخلوق بیان میکنه. شما یادتان باشه یکی از نشانه های توحید و شرک نمیسته که و گوی الله را عظمت و بزرگیش بیان نمیکنه، فقط عظمت و بزرگی کی را؟ همو پیرای خود ساخته خدا که اینطور کمالات دیدم، اینطور کمالات دیدم. اینی گپا را گفته رایسته. از او خاطر الله متعال میگه که یا محنتشان تباه و برباد است. الله نگاه کنه. پس از این خاطر برای ما واضح شد که کسی که بغیر الله متعال آواز میده، او را در حاجات و مشکل خود طلب میکنه، مثل که آب بگویه که بیا در دستم، حالان که آمده نمیتونه. ولله یسجد من فی السماوات والارض، خاص برای الله متعال است کسی، خاص برای الله سجده میکنه من کسی که فی السماوات والارض، در آسمان ها و زمین است، طوعا و کرها، یا به حالت خوشحالی و کرها به حالت غم، یا طوعا به رضامندی و کرها بدون رضامندی، کلگی منقاد قوانین الله متعال است. در این دو تفسیر است. یک تفسیر است که طوعا اشاره به این میکنه در امور تکوینی، کرهن در امور تشریعی، یعنی در امور تشریعی با وصفی که خوشایندشان نمی باشه، طبیعتشان دیگه تقاضا داره، لیکن بازم خود تابع فرمان الله می سازه. این معنیش است. یک توجیه است. دوم توجیه است که نه، دو قسم قوانین الله متعال است. در یک قسم قوانین الله کلگی منقاد به الله است، او را قوانین تکوینی میگه. نه کافر از او
چیستا میبره نه مسلمان. الله متعال برای ما خوردن نان ضروری کرده برای بقای وجود ما، تنفس ضروری کرده برای بقای وجود ما. نمیتونیم بدون از این زندگی بکنیم. هیچ کسی از این قانون تکوینی الله چی نمیشه بیرون شده نمیتونه. این قانون تکوینی الله در کل مخلوق متعلق است و کل مخلوق بندگان الله شمرده میشه. یک کسی هم مخالفت نمیتونه، نه پرنده، نه حیوان، نه حشره، نه یک از جمله کائنات هیچ چیزی ذره هم بدون اینمی قانون الله متعال حرکت و زندگی یا موجودیتش موجود نمی باشه. اما اینمی چیست بندگی تکوینی مدار ثواب و عذاب نیست، مدار دادن جنت و دوزخ نیست، مدار مکلفیت نیست، بلکه قانون تشریعی الله که انسان و مخلوقات اختیاری میگذاره او مدار مکلفیت است و مدار ثواب و عذاب است، جنت و دوزخ است که دو جمله دو طایفه یعنی جن و چیست انسان ها را الله مکلف ساخته. مطابق امو مسئولیت الله برش صلاحیت داده، انسان صلاحیت داده. کدام چیزی را که ما مثلا به نماز مکلف هستیم، الله اسباب ادای نماز برای ما داده، وقتش مقرر کرده، یعنی این وسایل برای ما آماده است. بعد از اون مورد امتحان قرار میگیریم که ادا میکنیم یا نمیکنیم. اینجا دینمی قانون تشریعی الله متعال مؤمنا به بسیار چیسته در قانون تشریعی الله متعال مؤمنا هم قانون تکوینیش قبول میکنه هم قانون تشریعیش به خوشحالی. اما دیگرا و کرهن کس کفار و قانون تشریعی را خود قطعا انجام نمیده، اما تکوینی را هم چیسته در حالت به جبر واره، مثل که مجبور باشه انجام میده. یعنی اگر امور هم در اختیارش قرار میداد نخواد که از او استفاده میکردن. این معنا را داره. دوم معنی است که مراد از طوعا و کرهن اینجا حالت خوشحالی و غم است. کلگی به الله سجده میکنم در حالت خوشحالی هم در حالت غم. یا طوعا بعد از اینکه دلیل موجود باشه نباشه تسلیم به الله است. کرهن ایمانا پس از اینکه دلیل موجود شد حالی دیگه چون از دلیل متاثر میشه ایره انقیاد یا تابعداری میکنه. مراد از سجده کدام سجده است؟ علماء مفسرین دو توجیه میکنه. یک توجیه است که مراد از سجده اینجا مطلق انقیاد و فرمانبرداری است، یعنی معنای مجازی است، چون که در سجده لازم قطعش انقیاد است. دو هیچ کدام سوال وارد نمیشه، اما معنای سجده را او معنای مجازی است. چرا لازمی معناست که سجده کردن جبهه را در چی ماندن است. دوم معنا که مفسرین میکنه معنای اصلی سجده است و در این قطعا چی عدم امکان اگر کسی میگه که کائنات چه قسم سجده میکنه، بله هر چیز مناسب حالش سجده میکنه. انسان مناسب حالش، مثلا سنگ مناسب حالش، چوب مناسب حالش، آفتاب محتاب مثلا مناسب حالش. پس سجده مراد از پیش حقیقی است و الله متعال بیان ازی را میکنه که زیر قانون الله کدام سجده را که الله برای مخلوق خود چی مقرر کرده او را انجام میده، یا به خوشی یا به ناخوشی. و ظلالهم بالغدو والآصال، سایه هایشان هم صبح و بیگاه سجده میکنه. یعنی انسان وقتی آفتاب میبره بدون اختیاری تو سایه در زمین افتاده است، با وصفی که امر دائمی نمی باشه، بلکه بعد از اینکه آفتاب میبره نظر به نوری که در تو میخوره تو جسم هستی او طرف سایه چی میشه در زمین افتاده است. منظور است که همین مخلوق الله خواه یا خودشان یا لوازمشان حتما سجده برای الله میکنه در زمین میفته. این جدا مسئله است که کی باز به اختیار خود همین سجده را انجام میده کی نمیده، که الله در اختیار داده و مخلوق خود دو قسم کرده انسانها را و همچنان جنیات.